کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم، نویسنده پونه مقیمی، انتشارات بینش نو. پیشگفتار: این کتاب برای افرادی نوشته شده است که می‌خواهند با تعمق بیشتری به دنیای درونی خود نزدیک شوند و با بخش‌هایی از دنیای ناشناخته روانشان آشنا شوند. مطمئناً برای واکاوی دقیق به کمک یک متخصص احتیاج است و این کتاب حکم درمان را ندارد و مطالب آن با زبان ساده همراه با پایه‌های علم روانکاوی نوشته شده است. پیشاپیش از توجه و آگاهی شما نسبت به این مهم سپاسگزارم. در متن‌های این کتاب از راه‌های فرار، شیوه‌های خودفریبی و اصطلاحاتی از این دست به کرات استفاده شده است که منظور از آنها مکانیزم‌های دفاعی ناهوشیار ما هستند و قطعاً برای خنثی کردن این مکانیزم‌ها به کمک روان درمانگر متخصص احتیاج است. و چون این کتاب به زبان ساده نوشته شده است، از شناسایی و اشاره به هر یک از دفاع‌های روانی خودداری کرده است. پس اگر آنها را در خود شناسایی کردید، از یاری یک متخصص کمک بجویید. این کتاب در مورد چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟ تصور کنید در انتظار شروع یک ارکستر نشسته اید و اعضای تشکیل دهنده ارکستر هر کدام در جای خود مستقر شدند و آماده نواختن هستند. هنگامی که اعضا شروع به نواختن می‌کنند، متوجه می‌شویم هر کدام از اعضا به تنهایی نقشی در اجرای این موسیقی دارند و از هماهنگی اعضا موسیقی کامل می‌شود و ما آن را به صورت یک قطعه منسجم و دلنشین در ذهنمان پردازش می‌کنیم و می‌شنویم. ساختار این کتاب شبیه همین گروه ارکستر است. متن‌های کوتاه این کتاب در طول 3 سال نوشته شده است که در دل هر متن نکته‌ای وجود دارد که ممکن است بتواند بینشی جدید را برای مخاطب به ارمغان آورد. هر متن همچون قطعه کوتاه است که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، موسیقی کتاب را واضح و شفاف‌تر می‌کنند. متن‌ها در دسته‌بندی‌های کنار هم قرار گرفتند و همه در راستای خودشناسی هستند. شناخت خود در روابطی که تجربه می‌کنیم و اتفاقهایی که برایمان رخ می‌دهند. کتاب شامل 9 فصل است. در فصل اول نگاهی به واقعیت‌های زندگی می‌اندازیم و بعد از آن کتاب حول محور روابط و چالش‌ها و تعارض‌های محتمل در روابط انسانی جلو می‌رود و در انتها به اختصار در مورد مفهوم تنهایی صحبت به میان آمده است. در سراسر کتاب به صورت تصادفی به متن‌هایی برخورد می‌کنیم که به نام مکث و نامه هستند. این متن‌ها مخاطب را دعوت به سکوت و حضور می‌کند و او را به تفکر در مورد خودش، خط زندگیش و سفری که تا به امروز داشته است وامی دارد. با نامه‌ها می‌تواند به درونش سفر کند و با مکث‌ها می‌تواند کمی سرعت خواندن مطالب را کم کند و بدنش و جریان زندگی در اطرافش را ببیند. چون متن‌ها کوتاه و تکه تکه هستند، لزومی ندارد خواننده حتما از ابتدا تا انتهای کتاب را به ترتیب بخواند. البته که خواندن کتاب از ابتدا تا انتها مطالب را منسجم‌تر به ذهن خواننده وادار می‌کند. اما تکه تکه خواندن متن‌ها هم راهی دیگر برای دنبال کردن مطالب است. چون هر متن به صورت کوتاه و کلی در مورد موضوعی صحبت می‌کند، به همین علت در متن‌ها ممکن است شباهت‌ها و تکرارهایی وجود داشته باشد که با توجه به نوع نگارش کتاب امکان حذف شباهت‌ها بدون آسیب زدن به انسجام مطالب وجود نداشت. هدف در نهایت این بوده است که با باز کردن کتاب و خواندن هر متن، خواننده بتواند بینشی را در آن بیابد و قطعاً این هدف تا حدودی دست نویسنده را در نگارش کتاب می‌بندد. زیرا به ناگزیر در هر متن باید توضیحی داده شود تا مفهوم درستی بیان شود و آن مفهوم ممکن است در چند متن مشترک حضور داشته باشد. پس به نوعی در همان متن‌ها تکرار می‌شود. در نهایت تمام متن‌ها در کنار هم ما را به درون رابطه‌ها می‌برند، در مسیری که پیچ و خم‌های زیادی دارد و بهتر است راه صبورانه و با حوصله تری طی کنیم. خواندن این کتاب ممکن است ماه‌ها زمان ببرد، زیرا هر متن ممکن است تا مدت‌ها ذهن خواننده را درگیر کند و در او مقاومتی برای خواندن دیگر متن‌ها به وجود آورد. اگر این اتفاق رخ داد، صبور باشید و کتاب را ببندید
و بعد از مدتی اگر مشتاق بودید دوباره برگردید و یک متن دیگر را بخوانید. امیدوارم با ذهنی باز و خطاپوش بتوانید بخش‌هایی که از ریتم خارج می‌شوند را تحمل کنید و با نخستین قطعه موسیقی از نخستین اجرای نویسنده که قطعاً خالی از اشتباه نخواهد بود همراه شد. فصل اول. متن 1. نگاهی به مفهوم زندگی و واقعیت‌های آن. در نهایت آرامش، بی توجه به آنچه هستیم و یا آنچه فکر می‌کنیم هستیم پیش می‌رود. همیشه همین بوده است و همین گونه هم خواهد بود. زندگی بی تفاوت ترین جریانی است که در حال تجربهش هستیم. بی تفاوت به حال ما و واقعیت ما پیش می رود. زندگی تمام آن چیزی است که نمرده است. زندگی در مقابل مرگ و نیستی قرار می گیرد و اشاره به هستی ممتد دارد که همچنان زندگی را تجربه می کند. زندگی جریانی است که همراه با ما زاده می شود و روزی که می میریم ما را ترک خواهد کرد. این جریان از همان ابتدا باعث رشد ما می شود. تا سن بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روانی ما کمک می کند و پس از آن رشد تنها در بعد روان می تواند ادامه پیدا کند. البته اگر با این رشد همراه شویم و از تجربه پنهان این رشد نترسیم. زندگی شبیه جریانی مستقل از ماست که انتخاب می‌کنیم به آن وصل شویم و یا مدام در حال انکارش باشیم. در نهایت زندگی در درون و بیرون از ما فارغ از تمام برداشت‌ها و رفتارهایمان به جریان خود ادامه می‌دهد. هر کدام از ما به نوعی رابطه‌ای با جریان زندگی داریم و این نوع رابطه سرمنشأ ارتباط‌های ما با خودمان و دیگران است. برای درک هرچه بیشتر رابطه هایمان باید از دل عمیق ترین و بعضاً سخت ترین واقعیت های زندگی گذر کنیم. پذیرش و فهم